در این جلسه میشه گفت یک جمع‌بندی کلی داریم و میخوایم که نرم افزار پروتوس رو به شما معرفی بکنیم. نرم افزار پروتوس یک نرم افزار برای طراحان مدارات الکترونیکی هستش که دو تا مسئله مهم رو به شما امکان میده. یکی این که شما به راحتی میتونید مدارتون رو توی نرم افزار به صورت شماتیک وار پیاده بکنید و در واقع مدارتون رو ببندید، به اصطلاح بهش میگن مدار بستن، و این مدار رو خوبیش اینه که اجرا بگیرید. یعنی مثلا همین ماژول رلی که عرض میکنم خواهید دید توی فصل دوم، یعنی جلسه بعدی که قرار است شروع بشه، وقتی که توی این نرم افزار پیادهش میکنیم میتونیم اجرا بکنیم. یعنی قبل از اینکه توی دنیای واقعی و فیزیکی حتی روی بردبورد بخوایم پیادهش بکنیم، در پروتوس اون رو اجرا میکنیم و میبینیم که اصلا چنین چیزی کار میکنه یا نه. و وقتی که ازش مطمئن میشیم و میبینیم که کار میکنه، بعد میریم سراغ پیاده سازی فیزیکی. چرا که اگر یک مدار الکترونیکی رو ما مثلا بیایم بسازیم، رو کاغذ بکشیم، بعدش بریم توی پروتوس پیاده بکنیم و ببینیم که کار نمیکنه، خب طبیعتا نباید بریم توی دنیای فیزیکی هم بسازیمش، چون مدار ایراد داره. حالا اولین کاری که شما انجام باید بدید شناخت منوهاش هستش. همونطور که میبینید یک بخشی داره در اینجا به اسم PCB لایوت که اجازه میده شما PCB رو طراحی بکنید. یک بخش وجود داره شماتیک کپچر، یعنی شما میتونید با استفاده از این بخش شماتیک های در واقع قطعات رو ببینید و مدارتون رو مبتنی بر شماتیک پیادهش بکنید، یعنی شماتیک وار پیش ببرید. بعد دیگه گزینه‌های آشنا رو داره دیگه. منظور از گزینه‌های آشنا یعنی که اون پنجره‌ای که تو ویندوز هست، سیو و اینجور مسائل، ولی خب میخوام که بهتر توضیحش بدم. وقتی که نرم افزار رو باز می‌کنید، اولین کاری که باید بکنید اینه که روی نیو پروژکت کلیک بکنید تا یک پروژه جدید ایجاد بکنید. در اینجا اسم پروژه‌تون رو میذارید. مثلا من میذارمش ریلی ماژول، یعنی ماژول رله. یک مسیری رو برای پروژه‌مون انتخاب میکنیم. مثلا من اینجا میرم هم داکیومنت رو انتخاب میکنم، بعد اینجا یه پوشه جدید باز میکنم، اینجا هم مینویسم همون ریلی ماژول، اسم پوشه رو همین میذارم و بعد که اینتر رو میذارم سلکت فولدر رو انتخاب میکنم و اون فولدر برای من انتخاب میشه. در اینجا هم که روی نیو پروژکت هستش، بعد نکست رو میزنم. اینجا کلا کاری نداریم و مدل خاصی رو انتخاب نمی‌کنیم، میذاریم همون روی کریت شماتیک باشه. نکست رو میزنیم. دوباره در اینجا هم کاری نداریم چون نمیخوایم مبتنی بر یکی از این حالت‌های پایین باشه، میخوایم که یک پروژه جدید ایجاد بکنیم، بعداً بتونیم PCB لایوت براش بذاریم، همونطور که می‌بینید در اینجا انتخاب کردم. دوباره نکست رو میزنیم. اینجا نو فریمور پروژکت رو انتخاب می‌کنیم چون می‌خوایم یه پروژه خام باشه. و خب توی گزینه بعدی هم سه تا چک رو انجام میده و فینیش رو میزنیم و می‌بینید که یک همچین محیطی رو برای ما باز میکنه. خب وقتی که یک همچین محیطی رو باز میکنه، می‌بینید که حالت شماتیک کپچر هستش، یعنی ما اینجا میتونیم شماتیک رو پیاده بکنیم و دیگه اون مدارمون رو پیاده بکنیم. یه گزینه دیگه داره به اسم PCB لایوت که روی اینم کلیک بکنیم یک تب دیگه باز میکنه. می‌بینید دو تا تب کنار هم قرار میگیرن، اینجا شماتیک لایوت، اینجا PCB لایوت. PCB لایوت هم اجازه میده که وقتی شماتیک و مدارمون رو در اینجا پیاده کردیم، PCBش رو هم اینجا بزنیم. هرچند که ما PCB رو با آلتیوم دیزاینر میزنیم. پروتوس برای شبیه سازی و پیاده سازی مدارات به صورت شماتیک وار در اینجا خیلی مناسب و خوب هست و نرم افزاری به اسم آلتیوم دیزاینر که بهش خواهیم رسید در جلسات بعدی هم برای طراحی PCB خیلی قوی و خوب هست. که پیشنهاد میکنم برای PCB آلتیوم دیزاینر باید استفاده شه. پیشنهاد که نه، یعنی باید از اون استفاده بکنید که اونم آموزش خواهم داد. با نرم افزار آلتیوم دیزاینر خیلی کار داریم. پس PCB لایوتش این هستش، فقط خواستم معرفی بکنم بدونید و کاری باهاش فعلا نداریم. هرچند که سعی میکنم که تا حد نیاز از PCB لایوت پروتوس هم استفاده بشه، ولی خب بازم تکرار میکنم که آلتیوم دیزاینر برای PCB خیلی قویه. وقتی که شما این محیط رو باز میکنید، در اینجا منوهاش وجود داره. منوهای مهم نرم افزار پروتوس در اینجا هستش که این بخش کامپوننت هستش، یعنی روی حالت انتخاب قطعات که میخواید برید باید بیاید به این بخش، یعنی کامپوننت مود. بعدش در اینجا یه بخش دیگه داره که میایم این بخش، در اینجا این رو انتخاب میکنیم که برای اینپوت و انواع پاورها میتونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی وقتی که ما میخوایم یک اینپوت ایجاد بکنیم، یک آوتپوت ایجاد بکنیم، بعد پاور داشته باشیم، گراند داشته باشیم، یعنی همون زمین، میتونیم از این گزینه استفاده بکنیم. یه مورد دیگه هم داره در اینجا که برای استفاده منبع تغذیه و یعنی شبیه سازی منبع تغذیه و شبیه سازی گراند از این بخش استفاده می‌کنیم. گراند یعنی همون GND که بیشتر استفاده همون این بخش هستش. توجه کنید به این منو که در اینجا می‌بینید وقتی پاور رو انتخاب بکنیم یک همچین گزینه‌ای به ما میده و وقتی هم گراند رو انتخاب بکنیم باز یه همچین گزینه‌ای به ما میده. و خب خیلی مسائل هم هستش که در این کار باهاشون کار خواهیم کرد. بعد میایم اینجا این پایین
دوباره یک منبع تغذیه DC میتونیم داشته باشیم، یک حالت سینوسی میتونیم داشته باشیم. این بخش رو توجه بکنید که حالت جنراتور مود هستش. منوی جنراتور مود بازم امکانات زیادی بهمون میده. مثلا اگر ما بخوایم یک ولتاژ DC رو شبیه سازی بکنیم، حالا اینا رو خواهید فهمید، فقط دارم توضیح میدم. وقتی که کار میخوایم بکنیم همه اینا رو به صورت عملی قراره باهاش سر و کار داشته باشیم. وقتی که ما می‌خوایم یه برق DC داشته باشیم توی پروتوس، از این بخش استفاده می‌کنیم. بخوایم موج سینوسی داشته باشیم، از این بخش استفاده می‌کنیم. می‌خوایم پالس داشته باشیم، از این بخش استفاده می‌کنیم. حتی شبیه سازی صدا رو داریم. می‌بینید شبیه سازی صدا میتونه برامون انجام بده و خیلی کارهای دیگه. خب یه بخش دیگه داره که به این صورت میاد اینجا برای ما اسیلوسکوپ رو میتونه شبیه سازی بکنه. می‌بینید یعنی شبیه سازی اسیلوسکوپ داره. انواع مدل‌های نمایشگر سیگنال رو داره، مثلا I2C رو داره. حالا بحث I2C خیلی بحث پیچیده‌ای، فقط دارم اسما رو میگم که به گوشتون آشنا بشه. ما ولت متر داریم توی نرم افزار پروتوس، یعنی شبیه سازی میکنه. هم مولتی متر هستش، اینجا همونو داریم، البته این ولت متره. آمپر متر داریم، یعنی میخواین آمپر مدار رو تست بکنین که مربوط به DC ولت متر. ببین DC ولت متر داریم، DC آمپر متر داریم، AC ولت متر داریم و AC آمپر متر داریم. و یکم هست وات متر. ببین وات متر چقدر مهمه. یعنی ما میایم یه مدار رو میسازیم در اینجا در پروتوس، با شما به عنوان یک طراح مدار، حالا مدار رو میسازید، یکی بهتون میگه که خب مدار چند وات هستش، چه جوری میخواین جواب بدید؟ بعد ضرب و تقسیم محاسبه کنیم. ولی پروتوس اجازه میده شما سریعتر به این مقصد برسید. حالا چطور؟ وقتی که شما مدارتون رو میاین طراحی میکنید و آمپر رو، میزان یعنی مصرف جریانش رو، که حالا اینا رو یاد خواهم داد که با این ابزار چطور کار بکنید، و مصرف ولتاژ و آمپرش رو میایید انتخاب میکنید و مشخص میکنید، بعدش میاد از چیزی به اسم وات متر استفاده میکنید، به راحتی به شما نشون میده که مدار شما در حال روشن بودن چند وات استفاده خواهد کرد. طبیعتاً این که شبیه سازی با دنیای فیزیکی فرقی داره که خیلی مرسومه. مثلا اینجا اگه نشون بده 2 وات، دقیقاً یعنی این نیستش که مدار شما تو دنیای فیزیکی هم 2 واته، ولی به صورت میشه گفت 95% درسته و میتونید روش تکیه کنید، اصلا با همون وات بدید بیرون. مثلا اگه خطاش رو بخوایم در نظر بگیریم، اگر اینجا بهتون نشون بده که مدار شما 100 وات داره استفاده میکنه، مثال ممکنه مدار شما 95 وات استفاده بکنه، استفادهش باشه تو دنیای فیزیکی ممکنه 105 وات باشه. یعنی یه خطای بسیار قابل قبول، یا بالاتر یا پایین‌تره، ولی شما کاملا میتونید روش حساب بکنید طبق تجربه که ما داریم و با این نرم افزار کار میکنیم و خیلی راحت محاسبه بکنید که مدار شما چند واته. همه اینا رو انقدر خوب قرار هست یاد بگیرید و حرفه‌ای بشید که اصلا نگرانش نباشه. فقط در اینجا دارم آشناتون می‌کنم، فقط می‌خوام ببینید که قدرت نرم افزار پروتوس چی هستش. حالا که منوی اصلی رو شناختید که بیشتر تو کار خواهید شناخت، برای شروع خب ما باید به قطعات دسترسی داشته باشیم دیگه. میریم اینجا روی کامپوننت مود کلیک می‌کنیم، بعد در اینجا 2 تا گزینه بهمون میده که POL هستش که روی P کلیک می‌کنیم و یک همچین پنجره باز میشه که در اینجا و از اینجا به بعد وارد کتابخونه قطعات میشیم.